حق فاتحان هست که تاریخ بنویسن. ولی ما چی؟ ما مغلوبین چی؟ ما مغلوبین نباید تاریخ خودمون رو بنویسیم؟ تمدن ایرانی که همین تمدن کاریزی باشه که من دارم خدمت شما عرض میکنم، 500 سال از تمدن مصر جلوتر بوده است و 1000 سال از تمدن هند جلوتر بوده است و 2000 سال از تمدن چین جلوتر بوده است. عجیب نیست که ایرانیان توانسته باشند جهان رو از دوران گردآوری غذای گیاهی و جانوری برسانند به دوران تولید کشاورزی و تولید دامداری. ملتی که بتوانند اینقدر مهربانانه با آب رفتار بکنند که آب بتواند به پای خودش حرکت کنه، نه به زور بکشوننش. چای عمیقی که آب رو به زور از زیر زمین و چند صد متری زمین و اخیراً که از چند هزار متری هم کم کم داره در جهان ایران میرسه، این یعنی بی احترامی به آب. این یعنی این که این تمدن نمیداند که چگونه با بنمایه آفرینش باید رفتار کنه. پدران ما چقدر میبایسته خردمند بوده باشن که کاری بکنن که آب به پای خودش حرکت بکنه و به جایی که ما میخواهیم تشریف بیاورد. کاریز فقط برای ما دامداری و کشکاری رو میسر نکرده است، شروع و آغاز صنعت و اختراعات صنعتی رو هم برای ما و معماری رو هم برای ما فراهم و بسیاری و بافندگی و کارهای دیگه و راههای دیگه و چیزهای دیگر رو هم برای ما. و به قول خدا بیامرز باستانی پاریزی رو بیرش میگه که قنات‌ها فقط به ما آب ندادند، به ما فرهنگ هم دادند. آنچه که همه اون چیزایی رو که تا حالا گفتم سبب پیدا کرده است، فرهنگ یاریگری در سرزمین ماست. فرهنگ یاریگری است که تمدن کاریزی رو در این مملکت به وجود آورده. تمدن 10,000 ساله کاریزی رو در ایران به وجود آورده است. نمیگم وطن پرستی کنیم، وطن پرستاری کنیم.